سلام دوستان، کامران حاتمی هستم، مدیر تیم آقای گیمیفیکیشن و توی این ویدیو میخوام راجع به این صحبت بکنیم که بازی نمایشگاهی چیه، اصلا چرا برگزار میشه، انواعش چیه، خدمات ما چیا هستن، قیمت این کار چیه و چیزهایی مثل. بازی نمایشگاهی هدف خیلی ساده داره. شما میایین کلی هزینه میکنید که غرفه‌ای میگیرید توی یک نمایشگاه معتبر و بعد میخواین از دستاوردهاتون بگید، از محصولاتتون بگید. اما افراد کمی معمولا میان و به غرفه شما سر میزنن. بازی نمایشگاهی هدفش اینه که با آوردن یک جاذبه‌ای مثل بازی افراد بیشتری به غرفه شما سر بزنن. یعنی قدیم مثلا 100 نفر میان به غرفه شما سر میزنن، حالا بیاد 1000 نفر سر بزنه، 2000 نفر سر بزنه و افراد یا به واسطه خود بازی یا به واسطه افراد شما بیان بیشتر راجع به دستاوردهای شما بدونن. بازی‌های نمایشگاهی خودشون تقسیم بندی‌های متفاوتی دارن. در ساده‌ترین تقسیم بندی اینا یا فیزیکی هن یا دیجیتال. توی بازی‌های فیزیکی مثل کاری که ما برای بیمه سامان انجام دادیم یا مثل کاری که برای آهنگر انجام دادیم، اتفاقی که میفته افراد درگیر یک سازه میشن. این سازه معمولا در یک ارتفاعی گذاشته میشه که افراد همه ببیننش. و مسئله بازی فیزیکی اینه که درسته که افراد خیلی بیشتر جذبش میشن، ولی حمل و نقلش داستان داره، استفاده مجددش داستان داره، یک بار مصرفه. بازی دیجیتال روی استند برگزار میشه، یعنی یک استند قرار داده میشه، افراد میان بازی میکنن و مثل پروژه حفاری شمال که یک ویدیو وال داشت یا مثل پروژه ارزم خدمتتون که ادمیرال، افراد با یک استندی ویدیو وال چیزی در. بازی دیجیتال خوبیشون اینه که یک بار مصرف نیستن، شما تو هر نمایشگاه بعدی میتونید استفاده بکنید، تو کمپین هاتون میتونید استفاده بکنید، آمار دقیقی از کاربرا ایجاد میشه که برای بچه مارکتینگتون طبیعتا خیلی مهمه و چیزهای مثل. توی دسته‌بندی دوم ما 3 دسته بازی داریم. اول بازی‌های شانسی. بازی شانسی یعنی بازی طرف بخاطر شانس میبره، مثل کاری ما تو بیمه سامان انجام دادیم. یعنی یک سازه قرار دادیم، افراد توپی رو رها می‌کردن، توپ تو یک از این حفره‌ها قرار می‌گرفت و یکی برنده میشد. توی حالت بعدی بازی‌های مهارتیه، مثل بازی سبا یا بازی دلسی. توی این بازی‌ها چه اتفاقی میفته؟ افراد معمولا به واسطه مهارت میبرن. مثلا تو پروژه سبا افراد باید با هماهنگی چشم و دستشون دقیقاً در یک لحظه خاصی شیر رو رها بکنن تا محصولات سبا دیده بشه. یا تو پروژه دلسی افراد باید با این مهارتی ببینن کدوم کیف‌ها رو با هم دیگه مچ بکنن. توی بازی دانشی اما داستان کاملا متفاوته. افراد به واسطه دانششون میبرن. ما خیلی این نمونه کارهای زیادی برای بازی دانشی داریم، مثل پروژه انرژی گستر سینا، مثل پروژه رایمن و خیلی پروژه های دیگه. توی این پروژه افراد باید بیان یک سری اطلاعات درست رو از غلط معمولا تشخیص بدن. حالا ما چه خدماتی ارائه میدیم؟ ما بازی رو منطبق بر برند شما، محصول شما کاملا کاستومایز میکنیم. و بعد چه اتفاقی میفته؟ موقع اجرا یک نفر رو کنار استند قرار میدیم که هیجان بده به بازی. یک پنلی داریم، توی پنل ما شما اطلاعات کلی بازی، امکان قرعه کشی کردن، خروجی گرفتن، دیدن آمارها، همه چی رو دارید. مثلا تو پروژه سبا افراد حدود 70 ساعت خورده‌ای بازی کردن، هر نفر میانگین 4 دقیقه درگیر بازی ما بود و اینا هم اطلاعاتی که همیشه شما دارید. یعنی نه تنها در این نمایشگاه، در نمایشگاه بعدی هم میتونید استفاده بکنید. ما توی فیلم برداری میفرستیم که ویدیوهای خیلی حرفه‌ای بگیره از بازی که براتون اجرا کردیم و با تحلیل نتایج، با اینکه اصلا استند کجا بذارید کجا نذارید، اولا 0 تا 100 کل قضیه قبل نمایشگاه، موقع نمایشگاه، بعد نمایشگاه همه با ماست. بعضی وقتا ممکنه بهتون پیشنهاد بدیم که قبل از نمایشگاه یک بازی عادی بزنید، توی نمایشگاه بازی 2 نفره بزنید. همه اینا بستگی به اون جلساتی داره که با هم دیگه برگزار میکنیم. اما قیمتمون چه شکلیه؟ مشخصا یک کاری مثل بازی نمایشگاهی یک کاری پیچیده‌ایه و خیلی جزئیات متفاوتی میتونه داشته باشه. افراد متفاوتی درگیرش میشن، از بچهای آرت گرفته، انیمیشن گرفته، موشن گرفته تا برنامه‌نویس. به خاطر همین مشخصا نمیشه گفت که پروژه‌های ما کلا این قیمت رو داره. اما معمولا پروژه‌هایی که ما انجام میدیم برای شرکت‌ها هزینه‌اش بین 40 میلیون تومان تا 100 میلیون تومانه. معمولا ما پروژه 250 میلیون تومانی هم داشتیم، پروژه 30 میلیون تومانی هم داشتیم. اما باید با هم دیگه صحبت بکنیم. ما به شما پیشنهادات متفاوتی رو ارائه میدیم. ما بیشتر از 400 تا بازی آماده داریم همین الان. به همین خاطر آماده سازی این بازی اونقدر زمان بر برای ما نیست. ما معمولا بین 1 هفته تا 2 هفته بازی ها رو میتونیم آماده بکنیم. بازی های معمولی رو. طبیعتا بازی پیچیده بیشتر زمان میبره.
به همین خاطر خیلی خوبه که قبل از نمایشگاه با ما صحبت بکنید، در ارتباط باشیم با هم دیگه، پلنی قبل از نمایشگاه، موقع نمایشگاه و بعد از نمایشگاه داشته باشیم تا بهتر نتیجه از نمایشگاهتون بگیریم.